میتونم بگم من نمیدونم چرا بعد شانسی یه بار دو بار سه بار چهار بار پنج بار نمیدونم مردم با چه گناهی کردن نمیدونم فقط امیدوارم که صعود کنیم حالشون خوب بشه مردم ما حقش خیلی بیشتر از این حرفا خیلی ما جون کندیم اصلا مهم نبوده امروز بمیریم هر اتفاقی فقط دلمون خواست مردم شاد بشن نزدیک 3 ماه داریم میجنگیم بدون هیچ توقعی هیچ چیزی از هیچ کسی ما بازیکن‌ها نخواسته این بازیکن‌ها تک تکشون خیلی با شرفن فقط به عشق مردم اینجوری تلاش کردن دویدن که دلشون نمیدونم چرا نمیشه فقط امیدوارم که صعود کنیم فقط امیدوارم که حق ما خیلی بابا فوتبال به این خوبی بازی کردیم نمیدونم چرا مردم ایران ما خیلی دوستتون داریم ببخشید فقط میتونم بگم ببخشید همه بچه‌ها شرمنده ایم ما خیلی خوب فوتبال بازی کردیم ولی نمیدونم چمونه امیدوارم شما که لایق بهترین هستین تو این دنیا امیدوارم به حقتون برسیم و امیدوارم که ما صعود کنیم بتونیم ذره دلتون رو شاد کنیم خیلی خیلی مخلصیم